اغلب ما به اشتباه فکر می‌کنیم که موضوع هیپنوتیزم مربوط به کنترل ذهن است، اما واقعاً در مورد ضربه زدن به ضمیر ناخودآگاه برای دسترسی و تغییر باورها یا رفتارها هست. دلانگیزا سلام، به کانال دانستنی‌های ناب خوش اومدید. دو ویدیوی امروز در مورد هیپنوتیزم می‌بینیم و می‌شنویم. هیپنوتیزم میتواند برای کسانی که به دنبال غلبه بر چالش‌هایی مانند اعتیاد به سیگار، کاهش وزن یا حتی فوبیا هستند مفید باشد. اغلب ما تعجب میکنیم که هیپنوتیزم چگونه است. اکثر مردم گزارش میدهند که احساس آرامش و آسودگی فوق‌العاده‌ای دارد. این با لحظات درست قبل از به خواب رفتن قابل مقایسه است، جایی که شما هنوز از محیط اطراف خود آگاه هستید. در عین حال عمیقاً آرام و تمرکز درونی دارید. برخی آن را به خیال پردازی تشبیه می کنند، جایی که دنیای بیرونی در پس زمینه محو می شود و دنیای درون به نقطه کانونی تبدیل می شود. وقتی به تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدن می پردازیم، چندین موضوع بسیار برجسته‌اند، از جمله آرامش عمیق. این احساسی است که به طور گسترده گزارش شده است. بدن و ذهن عمیقاً احساس راحتی می کند و به فرد اجازه می دهند به درون خود تمرکز کنند. تغییر حس زمان. برخی افراد حس می کنند که زمان بسیار سریع می گذرد، در حالی که برخی دیگر احساس می کنند زمان کند شده. احساسات فیزیکی. تجربه احساس گزگز، احساس سنگینی یا سبکی یا حتی احساس شناور شدن غیر معمول نیست. تصاویر زنده. با چشم باز برخی از افراد گزارش می دهند که رنگ‌ها، تصاویر و حتی خاطرات گذشته را با وضوح می بینند. تصورات غلط متعددی در مورد تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدن وجود دارد و ما در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم. از دست دادن کنترل. فرد تحت هیپنوتیزم همیشه کنترل دارد و در صورت تمایل می تواند از حالت خلسه خارج شود. گیر افتادن در هیپنوتیزم. غیر ممکن است که در حالت هیپنوتیزم گیر کنید. در بدترین حالت ممکن است فرد بخوابد یا به طور طبیعی بیدار شود. فاش کردن اسرار. هیپنوتیزم شدن به این معنی نیست که اسرار تاریک عمیق را فاش کند. همیشه انتخاب این که چه چیز را به اشتراک بگذارد و چه چیز را خصوصی نگه دارد حفظ می کند. قدرت هیپنوتیزم فراتر از آرامش است. ما اغلب از هیپنوتیزم برای مواردی استفاده می کنیم مثل غلبه بر عادتهای بد، از ناخن جویدن گرفته تا سیگار کشیدن. هیپنوتیزم می تواند ابزار موثری برای ترک عادات زشت باشد. هیپنوتیزم درمانی می تواند برای مدیریت درد مزمن و حتی بهبودی پس از جراحی استفاده شود. با استفاده از ضمیر ناخودآگاه می توان به باورهای منفی خود پرداخت و آنها را با جملات تأکیدی مثبت جایگزین کرد. وقتی در مورد فعالیت مغز صحبت می کنیم به انواع مختلفی از امواج اشاره می کنیم، مانند امواج بتا، آلفا و تتا. به امواج وجود دارند که ما بیدار و هوشیار هستیم و آنها بر وضعیت هوشیاری طبیعی ما تسلط دارند که به آنها امواج بتا گفته می شود. امواج آلفا نشان دهنده آرامش هستند. هنگامی که ما مدیتیشن می کنیم یا در کار غرق می شویم، امواج آلفا غالب می شوند. امواج تتا آرامش عمیق و خواب سبک با امواج تتا مشخص می شود. هیپنوتیزم اغلب در این حالت تأثیر می گذارد. در طول هیپنوتیزم افزایش قابل توجهی در فعالیت امواج آلفا و تتا وجود دارد که نشان دهنده حالت آرام و در عین حال متمرکز افراد است. مطالعات تاثیربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی نشان می‌دهد که تحت هیپنوتیزم مناطق خاصی از مغز فعالیت بیشتری دارند. قشر سینگولیت قدامی. این قشر در تمرکز و توجه نقش دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مغز در طول هیپنوتیزم نه تنها در خواب است، بلکه به طور فعال درگیر نوع متفاوتی از پردازش است. برای درک تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدن باید تمایز بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را درک کنیم. ذهن آگاه
منطقی و روزمره ماست. این بخشی از ماست که تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری می‌کنیم. اما ضمیر ناخودآگاه که در زیر سطح آن قرار دارد، باورها، خاطرات، احساسات ما را نگه می‌دارد، به طور خودکار عمل می‌کند و رفتارهای ما را بر اساس تجربیات گذشته هدایت می‌کند. هیپنوتیزم به ما این امکان را می‌دهد که ضمیر خودآگاه را دور بزنیم و مستقیما با ناخودآگاه ارتباط برقرار کنیم. احساسات نقش اساسی در تجربه هیپنوتیزمی دارند. با دستیابی به خاطرات و تجربیات عاطفی، هیپنوتیزم می‌تواند احساسات سرکوب شده را رها کند. یکی از نمونه موارد جالبی که با هیپنوتیزم اثر بخشی مثبت را در زندگی خود حس کرده است، مربوط به بیماری مرد 23 ساله‌ای بود که تمام موهای تنش طی 5 سال ریخته بودند. نه ابرو داشت و نه مژه و کاملاً بیمو بود. او خاطرات تلخی در کودکی داشت. در 5 سالگی در بمباران شهرشان در خانه تنها مانده بود و پدرش را نیز در همان بمباران از دست داده بود. چند سال بعد مادرش ازدواج می‌کند و زندگی با ناپدری را تجربه کرده بود. قبل از 10 سالگی موهای سرش شروع به ریزش کرد و با داروهایی مثل کورتون از پیشروی آن جلوگیری می‌شد. خوشبختانه او از استعداد بالایی در هیپنوتیزم شدن برخوردار بود. دکتر این فرد بیمار میگوید امیدی نداشتم ولی در ظاهر نشان نمیدادم و به شکر خداوند بعد از 12 جلسه هیپنوتیزم تراپی موها شروع به رویدن کرد. اول از موهای دست شروع شد. من بی نهایت متعجب شدم و شگفت انگیزی هیپنوتیزم و ذهن آدمی را اولین بار به عینه مشاهده کردم و بعد ابرو و مژه ها شروع به رویدن کردند. بعد موهای سر و بعد از 6 ماه موهای سبیل و ریش کاملا رویید و این بیمار به راحتی در اواخر درمان خود با ریش و سبیل پروفسوری به مطب من می آمد. مورد دیگر از درمانهای توسط هیپنوتیزم می شود به درمان اختلال پانیک یا اختلال وحشت اشاره کرد. اختلال پانیک یا همان اختلال وحشت یک نوع از انواع اختلالات اضطرابی است که از وحشت، ترس شدید، افزایش ضربان قلب و مشکلات تنفسی یا تنگی نفس میتوان اشاره کرد. به دنبال این علائم بیمار مرگ قریب و وقوع را تجربه می کند، یعنی احساس می کند که در حال مردن هست. بیمار خانم 63 ساله‌ای بود که سالها از اختلال پانیک یا وحشت در رنج بود. به این دلیل خانه نشین شده بود و قادر به خروج از منزل نبود. معمولا شروع حملات او در شب بود. در این حالت بیمار کاملا از حال میرفت و در خیابان ولو میشد. هیپنوتیزم تراپی او طی 6 جلسه انجام شد و ادامه آن به شیوه مراقبه ادامه پیدا کرد. بعد از گذشت 6 جلسه بیمار کاملا درمان شده بود و هیچ اثری از بیماری نبود. نمونه دیگر خانم 37 ساله‌ای بود که برای درمان آمده بود و به دلیل همین حملات بسیار آسیب دیده بود و در جلسه اول به خلسه عمیقی فرو رفت. در حالت خلسه برای پی بردن به ریشه اختلال از هیپنو آنالیز استفاده شد. در یکی از خاطرات به یاد آورد که در کودکی و هنگامی که 3 سال داشت توسط عمویش در حوض خانه افتاد و عمویش از روی سرگرمی و بازی این کار را کرده بود و او در حال خفگی بود، ولی عمویش فقط میخندید و به او نگاه میکرد. درمان او تا 12 جلسه ادامه پیدا کرد و درمان کامل بعد از 6 جلسه حاصل شد و گذشت 11 سال او هنوز سالم است، چون سال گذشته برادر او با علائمی مشابه به این جانب مراجعه کرد و من حال خواهرش را پرسیدم و خوشبختانه بعد از 11 سال که از دوره هیپنوتیزم تراپی او گذشته بود هنوز و هرگز به اون بیماری برنگشته بود. درمان افسردگی با هیپنوتیزم. مرد 29 ساله‌ای بود که حدود 8 سال از افسردگی در رنج بود. با مصرف انواع داروهای ضد افسردگی نتیجه‌ای حاصل نشده بود و در نهایت برای درمان به او شوک داده بودند که متاسفانه باز هم هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت و بعد از جلسه اول
که هیپنوتیزم انجام داد احساس خوبی داشت. با گذشت 6 جلسه درمان طبق اظهار خودش افسردگی او کاملا برطرف شده بود و برای تثبیت درمان خود تا 24 جلسه ادامه داد و آخرین جلسه و هیپنوتیزم تراپی او در اون سال تمام شد و خوشبختانه تا به حال دیگر برای درمان مراجعه نکرده است. درمان اختلال فوبیا یا هراس با هیپنوتراپی. فوبیا یکی از اختلالات اضطرابی است. در این بیماری فرد از چیزی می‌ترسد که در عرف جامعه ترسناک نیست. این بیماری طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود، از فوبیای ساده مثل ترس از حیوانات مثل گربه و سگ بگیر تا ترس از بیمارستان و ترس از ازدحام جمعیت و ترس‌های اجتماعی. در این بیماری یک خانم 35 ساله بود که از انواع این ترس‌ها در رنج بود و از جمله ترس از آسانسور و ترس از پرواز و هواپیما رو هم داشت. به خاطر ترس از آسانسور باید 4 طبقه از آپارتمان مسکونی را پیاده طی می‌کرد. به دلیل ترس از هواپیما قادر مسافرت هواپیمایی نبود. درمان او با ریلکسیشن شروع شد و بعد از آمادگی کامل هیپنوتراپی آغاز شد. به صورت ذهنی این ترس‌ها حساسیت زدایی شد. بعد از 13 جلسه درمانی او به تنهایی از آسانسور منزل خود استفاده کرد و مشکلی نداشت. ترس از هواپیما نیز با گذشت چند جلسه دیگر کاملا حذف شد. بار اول به همراه همسرش به یک سفر داخلی رفتند و در صدد رفتن به شهرها و کشورهای خارجی هم بودند. درمان اختلال شخصیت مرزی با هیپنوتیزم و البته روان درمانی. اختلال مرزی که از اختلالات شایع است. این اختلال در زنان شیوع بیشتری دارد. بی‌ثباتی عاطفی و رفتاری، وابستگی شدید به دیگران خصوصا جنس مخالف و ترس دائمی از اینکه مبادا آنها را از دست بدهند. اقدام‌های مکرر به خودکشی، احساس پوچی و بی‌معنایی در زندگی یا احساس بی‌هویتی، مسخ شدگی، شخصیت عاطفی بی‌ثبات، خشم شدید نسبت به دیگران، حتی خود از جمله علائم این اختلال روانی بود. نمونه آن را در یک بیمار 29 ساله که از این علائم در رنج بود دیده می‌شد. زمانی که کودک بود، والدین 2 بار از هم جدا شدند و بعد از جدایی دوم پدرش بدون اطلاع مادر به همراه همسر جدیدش او را به سوئد میبرد. تجربه جدایی از مادر و قرار گرفتن در یک شرایط جدید صدمات عاطفی شدیدی به او وارد کرده بود و درمان او با روان درمانی های خاص که مخصوص این اختلال است به همراه هیپنوتراپی شروع شد. این درمان 38 جلسه ادامه پیدا کرد و حالش کاملا خوب شد. این بیماران مرزی معمولاً تجربه ناخوشایندی در کودکی دارند و در کنار روان درمانی و هیپنوتراپی باید از دارو درمانی هم استفاده کنند. و اما اینجا ممکن است سوالی برای شما پیش بیاید که آیا هر کسی میتواند هیپنوتیزم شود؟ باید گفت بیشتر افراد را میتوان تا حدی هیپنوتیزم کرد، اما میزان پاسخدهی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. عواملی مانند ویژگی‌های شخصیتی، تمایز به هیپنوتیزم شدن و مهارت هیپنوتیزم کننده در تعیین اثر بخشی هیپنوتیزم نقش دارد. افرادی که سطح بالایی از صراحت و تخیل دارند، تمایل بیشتری به هیپنوتیزم دارند. اگر تا اینجا مهمان کانالم بودید و لذت بردید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت انرژی های مثبت رو به سمت کانالم روانه کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.